تندرستی برای دولت و ملت از شاخه‌های اساسی رشد جامعه، عائله و کودک سالم و در مجموع مساعدت کننده بر رشد بامرام مملکت محسوب می‌یابد. زیرا از جامعه سالم در پناه طب معاصر قرار داشته، نفری با نیروی سازنده و اقتداری کامل بنیادکار ارزی هستی خواهد کرد. طفل دارای قابلیت ذهنی و عقلانی بلند را به دنیا آورده، با همین اساس بنیادی ملت را با نسل‌های آینده ساز تأمین خواهد کرد. برای تطبیق این عمل، حکومت جمهوری تاجیکستان چاره‌های ضروری را راه‌اندازی نموده، به پایداری سلامتی شهروندان تاجیکستان مساعدت می‌نماید. چنانچه برگزاری چاره‌بینی مهم طبی تحت عنوان کاروان سلامتی که سنه 10 ایون در مرکز سلامتی رقم 5 شهر خوجند دایر کرده شد و مسئله سلامتی ساکنان طریق رایگان گذراندن معاینه‌های طبی توجه خاص ظاهر نمود. منطقه ما زیاده از 62,000 اهالی دارد. خدمت رسانی امروز همش رایگان. در یک سال 2 بار 3 بار ما تشکیل میکنیم و اقدام گرفتیم که برای پیشگیری بیماری ها ما همین کاروان سلامتی را تشکیل کنیم. نقطه اساسی این از البته پیشگیری بیماری سیل، تست گرفتن برای پیشگیری بیماری های ونم، بیماری های هپاتیت های بی و اس، کم کردن بیماری. در سالهای آخر با نظر داشته به میان آمدن عامل‌های ابجکتیوی و سوبژکتیوی بین اهالی زیادشوی بیماری‌های وابسته به عصب و دیگر حالت‌های پیش آمده به نظر می‌رسند و چنین معاینه‌های طبی که رایگان گذرانده می‌شوند امکان می‌دهد که هرچی بیشتر ساکنان به مؤسسه‌های طبی مراجعه نموده از وضع سلامتی خود باخبر شوند. زیرا امروزها به اعتبار نسبت و پیشگیری بیماری‌های مختلف تا به درجه خروج کردنش از طرف اهالی به نظر می‌رسد. حاضر بیماری هایی که با سیستم هاضمه دارن بسیارتر است، لیکن از روی مشاهده امروز بیماری دیابت قند، بیماری فشار بلندی، بیماری های استخوان، این بیماری های استئوپروز ها، گونوآرتروز ها که به سیستم بقوم استخوان ها دخالت دارد خیلی بسیار شده استفاده است. عموما بیماری قند این بیماری که وابسته به ویرانکنی طرز حیاتی شخص وابسته است و بیماری غدود زیری معده مثل پانکریاتیت مزمن بسیارتر عاقبتش این بیماری قند می باشد و برای همین هم اگر شخص بیمار طرز حیاتش رو دیگر کند و به مصلحت‌های دکتری عائلوی و دکتری غدودشناس گوش دهد، این بیماری اداره شونده است و بیمار میتواند سالهای طولانی عمر بیند اگر همه مصلحت‌ها را اجرا کند. توجه ساکنان به چنین چاره‌بینی‌های معاینه طبی رایگان خودگواهانه است که در هر صورت کارهای تشویقاتی تبلیغاتی بین اهالی برای پیشگیری پیدایش بیماری‌های مختلف، توصیه‌های طبیبان عاید به پیشبرد طرز حیات سالم، ضرر و منفعت استعمال محصولات مختلف خوراکه و امثال آن مهم ارزیابی می‌گردد تا هر یک ساکن کشور نتیجه به اعتبار نسبت به سلامتیش را خوب درک نماید. در اینجا تصادفاً به بالای کاروان سلامتی که در اینجا شده ایستاده است آمدن دکتران همشون همه ساحه ها بیماران را رایگان قبول کرده ایستادند و مصلحت های مفید داده ایستادند. این خلا کاروان ها بگذار در ولایت ما بسیارتر شود. ضمن صحبت مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند اصرار داشتند که با مقصد بهداشت وضع سلامتی شهروندان تشکیل کاروان سلامتی هفته یک مرتبه در دیگر مرکزهای طبی حدود شهر نیز در نظر داشته شده است. این امکان می‌دهد که از وضع کنونی سلامتی اهالی معلومات دقیق به میان آمده عامل‌های پیدایش و پهن‌شوی بیماری‌های مختلف در این معاینه طبی رایگان به قید گرفته شده من بعد مورد بررسی و تحلیل ساختار تندرستی قرار داده شود.